سلام، خوش اومدید به کانال یوتیوب ایران فراتر از تاریخ. در پارت قبل درباره آشوربانیپال صحبت کردیم، مردی که به عنوان بزرگترین پادشاه آشور شناخته میشه. حالا در پارت سوم از زندگی نامه کوروش کبیر میخوایم در مورد چگونه سقوط کردن امپراتوری آشور صحبت کنیم. با ما همراه باشید تا عامل سقوط امپراتوری آشور رو بشناسیم. بعد از آشوربانیپال حکومت آشور رو به نزول بود، روز به روز ضعیفتر میشد. همونطور که قبلا هم گفته بودیم بزرگترین دشمن آشوریا بابلیا بودن. پادشاه بابل حالا که میبینه آشور ضعیف شده فرصت و غنیمت میشماره برای حمله کردن به آشور، اما اینو میدونه که حتی آشور ضعیف شده هم میتونه شکستش بده. برای همین یک متحد برای خودش پیدا میکنه تا با متحد جدیدش به حکومت آشور حمله کنه. متحد بابل کسی نیست جز هوق شتره، پادشاه حکومت ماد، جد مادری کوروش کبیر. بابل و مادها حمله میکنن به شهر آشور. همونطور که گفته بودیم مرکز پایتخت حکومت آشور نینواه، اما شهر آشور هم از اهمیت بسیار بالایی برخورداره. اونا ابتدا حمله میکنن به آشور رو فتح میکنن و بعد به نینوا حمله میکنن. مدتی محاصره نینوا طول میکشه. دور تا دور شهر نینوا به وسیله دیواری محافظت میشد. ضخامت این دیوار به قدری زیاد بود که شاید 2 عرابه جنگی روی اون میتونستن حرکت کنن. همین دیوار نفوذ به شهر نینوا رو غیر ممکن کرده بود. تا اینکه یک اتفاق به کمک پادشاه بابل و ماد میاد. یکی از رودخانه‌های نزدیک نینوا طغیان میکنه و بخشی از دیوار شهر رو تخریب میکنه. به این صورت لشکر بابل و ماد وارد شهر میشن. قتل عام عظیمی صورت میگیره. پادشاه آشور کشته میشه. از اون طرف لشکر مصر که متحد آشور بود دیر به داد آشور میرسه. وقتی میرسه که همه چی تموم شده بود. ولی با این حال پادشاه بابل با مصر درگیر میشه. قبل درگیری لشکر بابل با مصر، پادشاه بابل برمیگرده به بابل و پسر خودش رو به عنوان رهبر لشکر انتخاب میکنه. بابلیا و مصریا درگیر میشن و مصریا شکست خورده برمیگردن. تو این زمان خبر میرسه که پادشاه بابل از دنیا رفته. پسرش برای همین به سرعت خودش رو به بابل میرسونه تا بتونه تخت پادشاهی رو بگیره. این شخص کسی نبود جز بخت‌النصر، بزرگترین پادشاه بابلیا. بعد از شکست آشوریا، بابلیا و مادها سرزمینای اشغالی توسط آشور رو بین خودشون تقسیم میکنن. سرزمینای شمالی رو مادها میگیرن و سرزمینهای جنوبی رو بابلیا میگیرن. هوق شتره برای استحکام دادن به روابط خودشون با بابلیا دختر خودش آمیتیس رو به ازدواج بخت‌النصر در میاره. بخت‌النصر هم عاشقانه آمیتیس رو دوست داشته و این عشق خیلی ساده میشه از باغ‌های معلق بابل فهمید. آمیتیس از سرزمینی خوش آب و هوا و جنگلی اومده بود به سرزمینی کویری. بعد مدتی افسردگی میگیره و مریض میشه. بخت‌النصر هم که آمیتیس رو واقعا دوست داشته دستور میده برای آمیتیس باغی بسازن که به خاطر پیچیدگی سیستم آبیاری این باغا بعدها این باغ میشه یکی از عجایب 7گانه جهان. از عشق بخت‌النصر به آمیتیس که گذر کنیم میرسیم به نبردهای بخت‌النصر. بعد از شکست آشور اولین نبرد بخت‌النصر با اورشلیم بود. او بعد از پیروزی بر آشوریا به اورشلیم لشکرکشی میکنه. یوشیا پادشاه اورشلیم که توان مقابله با لشکر بابلیا رو نداشت فوراً تسلیم میشه و شهر بدون هیچ گونه خشونتی در اختیار لشکر بخت‌النصر قرار میگیره. بخت‌النصر چه آسیبی به شهر نمیزنه و پادشاه پیشین شهر رو به عنوان فرمانروای شهر ابقا میکنه و فقط 4 نفر از فرزندان بزرگان شهر رو به عنوان گروگان به همراه خود به بابل میبره. یکی از این افراد دانیال نبیه که الان مقبرش در شهر شوش خودمونه. چند سال بعد از فتح اورشلیم بخت‌النصر برای فتح مصر به اون کشور حمله میکنه ولی موفق به تصرف کشور مصر نمیشه. تصرفاتی هم به دست نیاورده بود. برای همین راهی یمن میشه تا فتح جدیدی اونجا انجام بده که در یمن هم موفقیتی کسب نمیکنن. پس از 2 شکست متوالی فرمانروای اورشلیم که گمان میکرد بابلیا ضعیف شدن به تمرد از بابلیا پرداخت و حاضر نشد مالیات بده. پس از رسیدن خبر شورش اورشلیم به بخت‌النصر اون فوراً همراه سپاه خود به اورشلیم لشکرکشی میکنه. بخت‌النصر که اصلا تمایل به نابودی شهر و مقبره اون نداشت 70 تن از بزرگای قوم یهود رو میخواد و از اونا میخواد تا فرمانروای شهر رو تسلیم کنن تا اون به شهر آسیبی نرسونه. بزرگای یهودی که میدونستن توانایی مقابله با لشکر بابل رو ندارن این فرمان رو اطاعت کردند و فرمانروای شهر رو تسلیمش کردند. بخت‌النصر بعد اینکه فرمانروای شهر رو اعدام کرد پسرش رو به عنوان حاکم جدید شهر انتخاب کرد و این بار 3000 نفر از مردان شهر رو به عنوان گروگان به بابل برد.
در دومین حمله بختالنصر بازم هیچ آسیبی به شهر و معابد اون نرسید. درست 18 ماه بعد حمله دوم، آپریس پادشاه مصر پیشنهاد همپیمانی با اورشلیم داد و فرمانروای اورشلیم هم پذیرفت. بختالنصر بعد از شنیدن این خبر به شدت عصبانی میشه و دستور حمله به اورشلیم صادر میکنه. پس از رسیدن به دیوارهای شهر اورشلیم و محاصره شهر، خبر از حرکت لشکر مصر به بختالنصر رسید و اون هم به محاصره شهر پایان داد و منظور نبرد با مصریان به سمت مصر راهی شد. یهودیان اورشلیم که گمان میکردن بابلیا به جنگ پایان دادن و فرار کردن، جشن گرفتن. ولی این در حالی بود که بعد رسیدن حرکت لشکر بختالنصر به مصر، فرعون مصر فوراً دستور عقب نشینی داد. بختالنصر هم که تمایلی به ریختن خون سربازاش در جنگ با مصریان نداشت، به اورشلیم برمیگرده و شهر رو دوباره محاصره میکنه. بعد 18 ماه محاصره، لشکر بابل موفق به ورود شهر میشه. بختالنصر که چندین بار شورش یهودی‌ها و محاصره 18 ماهه به شدت عصبانی بود، دستور نابودی کامل شهر رو صادر میکنه و معبد سلیمان و سایر معابد شهر رو که تو 2 حمله قبلیش کاری باهاشون نداشت و نابود میکنه. این بار شهر اورشلیم تبدیل به ویرونه میشه. همچنین بختالنصر دستور اعدام فرمانروای اورشلیم و تمام فرزندان و خاندان اون رو صادر کرد. در نهایت بختالنصر شخص دیگه‌ای رو به عنوان حاکم اورشلیم انتخاب میکنه و موقع بازگشت از شهر 10,000 یهودی رو این سری به عنوان گروگان با قل و زنجیر به شهرهای مختلف تحت حکومت خودش تبعید میکنه. گفته میشه که اکثر این گروگانا به خاطر سختی و طولانی بودن راه جان خودشون رو تو مسیر از دست دادن. این نبردهای بختالنصر با اورشلیم بود. نبردهای زیادی داشت بختالنصر، کشورگشایی زیادی داشت. فقط یک روایتی هست که جالب از بختالنصر بهتون بگم. بختالنصر به حدی مغرور شده بود و احساس قدرت میکرد که ادعای خدایی کرد. و برای اینکه نشون بده که جز اون خدایی در زمین وجود نداره، به بالاترین قسمت برج بابل رفت و تیری به سمت آسمون پرتاب کرد و گفت که من خدای نادیده شما رو کشتم و از این به بعد خدای واقعی شما من هستم. اینکه چقدر این روایت حقیقت داره معلوم نیست، اما بین مردم ساکن میان رودان این افسانه به طور سینه به سینه به نسل بعدی منتقل شده و هنوز عده‌ای از ساکنین غرب آسیا امروزه بختالنصر رو پادشاهی میدونن که به سوی خدا تیر پرتاب کرده. در این پارت درباره چگونه سقوط کردن آشوریا گفتیم و بعد هم درباره بختالنصر صحبت کردیم. این بخش ما اینجا به پایان میرسونیم تا در بخش بعدی از امپراتوری مادها صحبت کنیم و در قسمت بعد از اون برسیم به تولد کوروش کبیر، پدر ایران زمین. ممنون که تا اینجا همراهمون بودید. خوشحال میشم قسمت‌های بعدی رو هم دنبال کنید. خداحافظ همگی.